پس از برآمد و بحث‌های دور و دراز طولانی در دانشگاه‌های جهان، من به خلاصه زیرین آمدم: آدمان مسیحیت را نه در اساس دلیل‌های تحقیقات‌های جدی تاریخیشان، بلکه بیشتر از همه به خاطر عقیده‌های نادرست فلسفیشان رد می‌کنند. این آدمان معتقدند که همه چیز در تاریخ باید شرح طبیعی داشته باشد، ولی آن چیزی که این گونه توضیحات ندارد باید که رد کرده شود. عقیده‌هایشان را نه از تحقیقات‌های تاریخی بلکه از بافته‌های فیلسوفانه خود گرفتند. مثلا دکتر فرانک، عالم آلمانی، گفته است: تصورات جریان‌های تاریخی در نوشتجات می‌باید گفت دروغ و تاریخاً نادرست است. فکر می‌کنید که این خلاصه را او در اساس تحقیقات‌های دلیل‌ها برآورده است؟ نه. مادام که گپ درباره مداخله‌های فوق الطبیعی می‌رود، او از اول این را رد می‌کرد، چون که مداخله‌ها شرح طبیعی ندارند. عالم دیگر، دکتر کینان، گفته است: تنها اندیشه‌های طبیعی عاید رشد تاریخ همه ظهورات‌ها را درست شرح می‌دهد. از بس که در بیبلیا عاید رابطه نزدیک بین خدا و پاتریارخ‌ها سخن می‌رود، برای من این متن ارزش تاریخی ندارد. آیا او برای آن به چنین خلاصه آمد که دلیل‌های تاریخی را تفتیش کرده بود؟ نه. گپ در سر عقیده‌های نادرست فلسفی او می‌باشد. او می‌گفت فوق الطبیعیت وجود ندارد و همه چیز باید که شرح طبیعی داشته باشد. باز یک عالم، رودولف بولتمن، چنین گفته است: پای در پای واقعه‌های تاریخی با دخالت قوه‌های فوق الطبیعی ترانسندنتی نباید که قطع گردند. از این رو یگان معجزه عیناً وجود داشتن نمی‌تواند، ولی واقعه‌ای که به معجزه مانند است زمینه تاریخی ندارد. چنانه که می‌بینید، این آدمان احیاشوی مسیح را نه برای آن رد میکنند که دلیل‌های غلط را یافتند، بلکه به خاطر عقیده‌های نادرست فلسفی ناصحیحشان. فلسفه آنها تصدیق میکند که فوق الطبیعیات وجود ندارد و ما در کائنات دور و دورش بسته شده عمر به سر میبریم که همه چیز در آن باید که شرح طبیعی داشته باشد. انا برای چی بیبلی جفرسون با سخن‌های و او را در قبر نو گذاشتند و سنگ کلان بر در آن قبر غلانیده رفتند و اتمام می‌رسد. این آخرین سطرهای بیبلی جفرسون میباشد، چون که بعداً واقعه‌های فوق الطبیعی احیا شوی میباشند، اما مؤلف همه چیز را با شرح طبیعی میفهماند و همه گونه فوق الطبیعیات را رد میکند. بنابراین چنین آدمان به خاطر عقیده‌های نادرست فلسفیشان آماده‌اند که همه گونه دلیل‌ها را صرف نظر از درستیشان انکار کنند و حتی بیبلیا را با سخنان دایر به سنگ خاتمه دهند.